روسیه برای دقیق کردن شخصیت سه کودکی از موضع‌های آزاد شده تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق پیدا گردیده احتمال می‌رود تاجیک هستند به مقامات تاجیکستان مراجعت نموده است. مقامات تاجیکستان میگویند تنها یکی از این کودکان که چهره آن را شبکه تلویزیونی رشا تودی نمایش داد خود را تاجیک و مریم مینامد، ولی دو نفر دیگر که تخمیناً 3-4 ساله هستند هویتشان را درست نمی‌دانند. جانب روسیه گفته است آنها بعضی کلمه‌های تاجیکی را استفاده می‌کنند و احتمال شهروند تاجیکستان هستند. یک منبع آگاه از قضیه روز 25 آگوست بر رادیو آزادی گفت مقامات عراق بنابر روسی صحبت کردند آنها را همراه با کودکان روس زبان نگهداری می‌کند و برای پیدا کردن نزدیکانشان بر روسیه مراجعت کرده است. با گفته این همصحبت ما یک کودک به تاجیک بودنش اعتراف کرده است، ولی آن دو کودک بجز استفاده چند کلمه تاجیکی از کجا بودنشان را نمی‌دانند. مقامات تاجیکستان میگویند عین زمان با عراق تماس مستقیم ندارند و در مورد تاجیکانی پیدا شده با سفارت روسیه در این کشور همکاری میکنند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت برای پیدا کردن این کودکان از روسیه درخواست دریافت کردند، ولی مشخص کردن هویت آنها وقت میخواهد. او گفت جستجو را از کودکی آغاز کردند که در پناهگاهی در عراق نگهداری میشود و بعضی جزئیات درباره خودش داده است. او گفت اما شخصیت هایی که میسر خواست سالهای دراز آموزش رفته بودن درس رفته بودن در بین شخصیت هم کار بردستیم و اگر که بینیم صورتاش وابسته با همون شخصیت هایی که تحصیل کردن در میسر در بین اون هم کار بردستیم. اگر که نشید خیلی بود اعلان رسمی در سایت من و در شبکه های تلویزیونی هم باید پخش میکنیم. طبق اطلاع رسمی بیش از 200 کودک تاجیک همراه با خانواده‌های خود به سوریه و عراق رفتند. از سرنوشت آنها هیچ اطلاع روی دست نیست. پیوندانشان در تاجیکستان میگویند ماها باز از سوریه و عراق کسی به آنها زنگ نمیزند. جنگجویان داعش در شبکه‌های اجتماعی ادعا میکردند که اکثرا در موصل یکی از پایتخت‌های خودخوانده داعش قرار دارند. ماه ایون این شهر از دست گروه تندرو دولت اسلامی آزاد شد، ولی معلومات درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان دریافت نشد. نفیسه کوهنوردی خبرنگار BBC که از عراق گزارش می‌دهد روز 21 ایول بر رادیو آزادی گفته بود 6 شناسنامه یک خانواده را دیده است که شهروندان تاجیکستان هستند، ولی سرنوشت آنها روشن نیست. او گفت جنگ‌های ضد داعش خیلی شدید هستند و احتمال کشته شدن عضو خانواده‌های این گروه تندرو نیز از احتمال دور نیست. خبرها درباره پیوستن تاجیکان به گروه‌های تندرو در سوریه و عراق سال 2014 پیدا شد. با گفته مقامات بیش از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و سرنوشت اکثر آنها ناروشن است. حالا مقامات از میان هزاران نفر تنها در پی دقیق کردن شخصیت 3 کودک هستند که احتمال می‌رود تاجیکند.